جانی که با ناراحتی در خیابون قدم میزد. ویترین مغازه‌ها پر از کالاهای گران قیمت بود. جانی زیر لب میگه من این لپتاپ رو میخوام. اون کنسول بازی رو هم دوست دارم، اما پولش رو ندارم. جانی مثل بسیاری از ما آرزوهای بزرگی داشت، ولی پول کافی نداشت. او با ناراحتی پیش دوستش آروین میره. جانی میگه آروین، من از این که همیشه پول کمی دارم خسته شدم. آروین لبخندی میزنه و پاسخ میده و میگه جانی، من هم همین مشکل رو داشتم تا اینکه با دراپ شیپینگ آشنا شدم. آروین لپتاپش رو باز میکنه و به جانی نشون میده و میگه ببین جانی، من با 2 سایت کار میکنم. سایت اول میهن اسطور که برای گجت ها و وسایل کاربردی و سایت دوم انار که برای لوازم آرایشی و پوشاک. جانی با تعجب میپرسه اما من که پول ندارم تا کالا بخرم و بفروشم. آروین میگه نیازی نیست که تو پول داشته باشی. تو فقط این مراحل رو دنبال میکنی. مرحله 1 عکس محصول رو از سایت برمیداری. مرحله 2 اون رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدی. مرحله 3 مشتری سفارش خودش رو ثبت میکنه. مرحله 4 تو با پول مشتری کالا رو از سایت اصلی خریداری میکنی. و مرحله 5 محصول به طور مستقیم برای مشتری ارسال میکنی. جانی با دقت و هیجان به حرفهایش گوش میدهد. آروین ادامه میده و میگه مزیت بزرگ میهن اسطور این است که پرداخت درب منزل دارد. یعنی مشتری میتونه در زمان دریافت کالا پول رو پرداخت کند. سایت انار هم برای لوازم آرایشی و مد عالیه. 1 ماه بعد جانی پشت لپتاپ جدیدش نشسته و با لبخند کار میکنه. او آرام زیر لب میگه حالا من میتونم تمام آرزوهایم را بخرم. همه چیز رو میخوام و میتونم به همه چیز برسم. اینها همه با دراپ شیپینگ از طریق میهن اسطور و انار ممکن شد و اکنون نوبت تو است. تو نیز میتوانی مانند جانی شروع کنی.